چرا ما ایرانی ها کنار کبابمون گوجه فرنگی میخوریم؟ قضیه برمیگرده به 140 سال پیش، زمانی که برای اولین بار بذر گوجه فرنگی وارد ایران شد. این بذر رو در باغ فردوس تجریش کاشتن. زمانی که گوجه ها رسید و وارد بازار شد، مردم تهران اصلا ازش استقبال نکردن. اون زمان بهش میگفتن بادمجون فرنگی و این بادمجون فرنگی به ذائقه تهرانی ها خوش نیومد. میگفتن وقتی میخوریم دل درد میگیریم، سردیمون میکنه و حالمون بد میشه. خبر رسید به عزالدوله برادر ناصرالدین شاه. گفت من باید امروز گوجه فرنگی بخورم. چاکران و نوکران هی بهش هشدار دادن. گفتن نه این کارو نکنین، هر کی خورده دل درد گرفته، مسموم شده و سردیش کرده. اما عزالدوله گفت خیلی خوب، اگه طبعش سرده خب گرمش میکنیم و طی یک حرکت خلاقانه طبع گوجه ها رو تغییر داد. چطوری طبعش رو گرم کرد؟ با کباب کردنشون. از قضا اون روز برای عزالدوله کباب درست کرده بودن. عزالدوله هم دستور داد که گوجه ها رو کنار کبابا کباب کنن و طبعش رو گرم کنن. زمانی که کباب و گوجه رو برای عزالدوله آوردن و ازش خورد خیلی خوشش اومد و گفت از این به بعد هر وقت برای من کباب درست میکنید کنارش گوجه بذارید. این خبر به مردم کوچه و بازارم رسید و تهرانی ها سعی کردن مثل عزالدوله گوجه رو کباب کنن و با گوش بخورن. اونا هم خوششون اومد. از اون روز 140 سال میگذره و مردم ایران هنوز که هنوزه طبق ذائقه شازده قجری کبابشون رو با گوجه میخورن. حالا اگه تو هم مثل من این داستان رو نمیدونستی و برای اولین بار بود میشنیدی، این پست رو برای دوستات بفرست و پیج منم دنبال کن.